با سلام خدمت شنوندگان این مصاحبه و بازدید کنندگان سایت SHZBags و شیراز رپ. امروز خدمت یکی از بزرگترین و مطرح‌ترین آهنگسازهای شیراز هستیم که به تازگی در جشنواره صدای برتر تونستن یک مقامی رو هم کسب کنند. سلام. برای اینکه شنوندگان بیشتر با شما آشنا بشن میخوام که خودتون رو به صورت کامل واسه شنوندگان عزیز معرفی کنید. سلام میکنم به شما و همه طرفدارای سایتتون. آرمان اخوان هستم، متولد اردیبهشت ماه سال 1364 در شهر شیراز. چی شد که به این عرصه وارد شدید؟ از دوران کودکی علاقه شدیدی به موسیقی داشتم تا اینکه شروع به یادگیری سازهای مختلف کردم. حمایت خانواده و تشویق اونا باعث شد که روز به روز واسه رسیدن به هدفم بیشتر تلاش کنم و سعی کنم موسیقی رو نزد اساتید برجسته کشور کار کنم. شما کسی هم هست که تو این رو پیش کسوت باشه، یا بهتر بگم کسی هست که تو زمینه موسیقی فعالیت داشته باشه؟ تو آهنگسازی که کسی فعالیت نداره، اما اکثر بچه‌های فامیل آشنا با ساز هستن و حتی بعضی هاشون هم مدرسای بعضی از سازها هستن. خوبه، بسیار عالی. موزیک و نوازندگی رو در چه سالی و با چه سازی آغاز کردید؟ راستش یادمه 4 سالم بود، من میخوندم، داداشم صدامو رو نوار ضبط میکرد. بعد اون موقع چون مثلا سواد نداشتم، بچه بودم دیگه، مادرم شعرها رو مینوشت، بعد 10 بار از روش میخوندم حفظش کنم بتونم بخونم. ولی خب کلا به نوازندگی بیشتر علاقه داشتم و نوازندگیمو با ساز کیبورد تو سن 5 سالگی شروع کردم. خب گفتید شما متولد 64، یعنی شما حدود 20 ساله که دارین فعالیت میکنید؟ حالا تقریبا همچین حدودایی هست. خداوندا ندارم بال پرواز، دل بازی کشم جام شیراز شیراز شیراز. خب شما در حال حاضر به جز کیبورد ساز دیگه ای هم میزنید و رو چه سازهای تسلط کامل دارید؟ به نظر من یه تنظیم کننده توی موسیقی آکوستیک باید به اکثر سازها آشنایی کامل رو داشته باشه، ولی کلا به صورت حرفه‌ای ساز گیتار و ارگن و ساز اصلی خودم میدونم، ولی با ساز پیانو، گیتار الکتریک، بیس و درامز و یه سری دیگه از سازها آشنایی دارم. اگه روزی تو نباشی بین ما راهی نباشه، نمیدونم کی میتونه که برام مثل تو باشه. اگه روزی بی وفاشی یا بری از من جداشی، نمیدونم تو میتونی عاشقی دوباره باشی. شما آهنگسازی رو تو چه سنی آغاز کردید؟ اولین کاری که ساختم یه قطعه بی کلام بود که واسه پیانو نوشته بودم. فکر میکنم اون موقع هلوش 14-15 سال سن داشتم. سبک مورد علاقه شما تو آهنگسازی چه سبکیه؟ به نظر من یه آهنگساز نباید خودشو محدود به سبک خاصی از موسیقی بکنه، ولی خب من کلا موسیقی آکوستیک رو به الکترونیک ترجیح میدم و توی موسیقی آکوستیک موسیقی جاز و بلوز و پاپ کلاسیک رو بیشتر از همه میپسندم. فکر میکنید تو موسیقی به جایگاهی که مورد پسندتون باشه رسیدین یا نه؟
من توی موسیقی دنبال جایگاه و کسب مقامی نیستم، بیشتر سرم تو کار خودمه و کار خودمو میکنم. خدا رو شکر که تو کارم تا حالا موفق بودم. نگفتا کی، نگفت چرا، گفت عاشقی همینه. عاشق باید تو زندگیش داغ عزیز ببینه. نگفتا کی، نگفت چرا، گفت عاشقی همینه. عاشق باید تو زندگیش داغ عزیز ببینه. از نظر شما یک موسیقی سالم باید چه ویژگی‌هایی رو داشته باشه؟ به نظر من یه موسیقی سالم تشکیل شده از 4 عنصر اصلی، یعنی کلا یه موسیقی از 4 عنصر اصلی تشکیل شده که شاعر خوب و آهنگساز خوب و تنظیم کننده خوب و در آخر خواننده خوب باعث میشه که یه کار خوب تولید بشه. که اگر ما این 4 عنصر رو به یه صندلی تشبیه کنیم، اگر یه صندلی هر کدوم از این 4 تا پایه‌هاش ضعیف باشه، این صندلی قابل استفاده نیست. درسته. خب به نظر شما تو این 4 عنصر کدوم یکی از اینها مهمتر از بقیه هستن؟ به نظر من 4 عنصر هر کدوم جایگاه ویژه خودشو داره، اما تنظیم قوی باعث میشه که ضعف اون عنصرهای دیگه پوشیده بشه و همچنین بهترین خواننده و بهترین شعر و بهترین آهنگساز و یه کارو که اگه بسازن، اگه تنظیم ضعیف باشه، باز ارزش هیچ کدومشون مشخص نمیشه. درست. شکستی حرمت این عشق پاکو، ندیدی اوج پروازم قفس بود. شکستی حرمت این عشق پاکو، ندیدی اوج پروازم قفس بود. شما تو دوران کودکی به کارهای کدوم آهنگساز یا تنظیم کننده علاقه داشتید؟ من کارهای زنده یاد واروژان و بابک بیات رو همیشه دوست داشتم و گوش میدادم. خوب. از فعالیت‌های جدیدتون واسه شنوندگان بگی. الان مشغول بستن قرارداد با یکی از خواننده‌های مطرح کشور هستم. البته هنوز توی چند مورد با هم به تفاهم نرسیدیم، ولی انشالله اگر قرارداد بسته شد به زودی این کارا رو به صورت یک آلبوم مجاز خواهید شنید. بسیار عالی. حالا اسمشو نمیشه بگی؟ اسمشو که نه، اگر قرارداد بسته شد خودتون میفهم. انشالله که بسته میشه. خب با 3 تا از بچهای شیرازم در حال همکاری هستم به عنوان آهنگساز و تنظیم کننده که این کارم در حال ضبط سازا و میکس و مستر به سر میبرم. خب اسم دوستان شیرازی رو که دیگه میتونیم بگیم. دوستان شیرازی آقای هستن به نام اشکان غلامی. بسیار عالی. آقای مهدی اقبال از مدرسان آواز شیراز هستن و دوست عزیزم که قبلا هم باهاش کار کردم، حسام بهبهانی. گل نسرین کی تو را اجمارد، بگمونم وقت پرپر شدن تو زود بود. یاد چشمات قلبم آزرد، تازه میفهمم که نسرین مثل یک معبود بود. از نظر شما بهترین آهنگساز و خواننده شیراز کیه؟ من توی آهنگسازی و تنظیم استاد عزیزم محسن مرشد رو قبول دارم و همچنین توی خوانندگی حسین میری، حسام بهبهانی، سینا سبکرو و همچنین مهدی اقبال و همشون کاراشون رو قبول دارم و دوست دارم. آرمان جان در آخر جمله‌ای دارین واسه شنوندگان این مصاحبه یا کسایی که تازه شروع به فعالیت کردن یا در حال فعالیت هستن؟ اگه جمله‌ای دارید رو بگید. حالا حرف خاصی که نه، اما امیدوارم همشون تو کارشون موفق باشن و سعی کنن فعالیتشون رو فقط مخصوص شیراز نکنن، کشوری و جهانی کار کنید، چون موسیقی هیچ مرز و بومی نداره. مرسی که وقتتون رو در اختیار سایت ما و بازدید کنندگان محترم سایت گذاشتید. خواهش میکنم، امیدوارم شما موفق باشید. همچنین شما. همه حرفات خوب